بسم الله الرحمن الرحيم. اکرم صلی الله علیه وسلم به سوی عباس عمکشان گفتند که یا عباس یا عما، تنهای عباس ای عمک، آیا من برای شما یک چیزی را هدیه نکنم؟ آیا برای شما چیزی هدیه نکنم که وقتی شما این چیز به جا بیاره خداوند بزرگوار همه گناه های شما را، گناهی که آشکار کرده بوده، پنهان کرده بوده، گناهی که از روی دانسته کرده، از روی نادانسته کرده، گناهی که میده بود یا گناهی کلان بود کرده بوده، همه گناه های شما را خداوند میبخشه. یعنی هر شخصیتی که این نماز خواند خداوند تمام گناه و شخصیت میبخشد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند ان تصلی 4 رکعات، تا اینکه شما 4 رکعت نماز بخوانید. خب تقرأ فی کل رکعت بفاتحه الکتاب و سورتی، یعنی در هر یک رکعتش مثل نمازی نفل برین سوره الحمد میخونی و زمی سوره میکنی. خب فاذا فرغت من القراءة في اول ركعة فقلت قلت وانت قائم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 مرة. وقتی که یعنی در یکم رکعت سوره الحمد خواندی، زمی سوره کردی، بعد از زمی سوره کردن 15 بار این ذکر که سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر 15 بار این ذکر میگوی بعد از زمی سوره. یعنی وقتی الحمد خوندی زمی سوره کردی، بعد از زمی سوره کردن 15 بار این ذکر میگوی. ثم ترکع فیقول و انت راکع 10. بعد از اون یعنی که الله اکبر گفته با رکوع می روی، در رکوع 3 بار سبحان ربی العظیم میگوی، بعد از 3 بار سبحان ربی العظیم گفتن 10 بار دیگر این ذکر سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر 10 بار دیگر در رکوع میگوی. خب ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10. بعد از اون سمع الله لمن حمده گفته از رکوع میخیزی، پیش از سجده رفتن از رکوع خیستی 10 بار دیگر این ذکر سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر 10 بار دیگر میگوی. خب ثم تهوی ساجدا فتقولها و انت ساجدا 8. بعد از آن الله اکبر گفته به سجده را میروی، وقتی سجده کردی 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوی، 10 مراتبه دیگر در سجده سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر 10 مراتبه میگوی. بعد از آن الله اکبر گفته با از سجده سرت میبرداری و 10 بار دیگر، یعنی در بین 2 سجده وقتی که نشستی 10 بار دیگر میگوی. بعد از اون با الله اکبر گفته به سجده میروی و 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوی. بعد از 3 بار سبحان ربی الاعلی گفتن 10 بار دیگر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، الله اکبر میگوی. بعد از اون الله اکبر گفته مثل قعده بریم، مثل اتحیات بریم در زانو می نشینی و 10 بار دیگر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر میگوی. بعد از اون الله اکبر میگوی به قیام راست میخیزی. یعنی که در دوام یک رکعت 75 بار همین ذکر میگوی. یعنی 15 بار در ابتدا در قیام، بعد از اون در رکوع 10 بار، 10 بار دیگر از رکوع خیستن، 10 بار دیگر در سجده و 10 بار دیگر از سجده خیستن و 10 بار دیگر در دیوم سجده و 10 بار دیگر بعد از دیوم سجده خیستن. خودش 75 بار میشود. وقتی که اینها را یعنی در 4 رکعت که خواندی، در هر یک رکعت این چنین میخوانی، در 4 رکعت یعنی 300 بار ذکر میشه. و قعده بین، وقتی اتحیات در قعده مابین میشینی، پیش از اتحیات خواندن اول ذکرها را میگوی، بعد از اون اتحیات میخونی. قعده آخر هم پیش از اتحیات یعنی ذکرها را میگوی، بعد از اون اتحیات میخونی و صلوات اللهم صل علی و بارک علی اللهم اغفر لی و سلام علیک. یعنی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم این چیزا گفتن که هر انسانی که در حیات خواند خداوند همه گناههای او شخصیت، گناه اول و آخر، گناه آشکار و پنهان، گناهی که از روی دانسته و نادانسته کرده بود، خداوند همه گناههای او شخصیت میبخشد. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که خب
گفتن اگر شما توانسته این نماز هر روز بخونید، یعنی که هر انسانی که اگر به توانایی داشته باشد، خب ان تصلیها فی کل یوم مرتان، اگر شما توانسته هر روز این نماز یک بار بخونید. اگر نتوانسته فإن لم تستطع ففی کل جمعه، یعنی اگر هر روز که نتوانسته بعد از آن هر یک روز جمعه، یعنی هفتهش یک مرتبه این نماز جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم بخونید. اگر نتوانسته بعد از آن در هر یک ماه یک بار بخونید اگر توانسته. اگر ماه نتوانسته یعنی هر یک سال یک بار این نماز بخونید. اگر سال هم که نتوانسته در حد اقل در عمرتون یک بار این نماز تسبیح بخونید. یعنی این حدیث دلالت دارد که انسان حدی از همه کمتر باید که در عمرش یک بار این نماز تسبیح بخونه. هر شخصیتی که این نماز بخونه خداوند همه گناه و شخصیت بخشیده میگردونه. خداوند بزرگوار برای ما و شما توفیق و مدد نصیب فرماید تا اینکه این نمازی که چنین فضیلت ثواب بزرگ دارد که سبب بخشش گناه های ما می شود، ما این نماز حدی اقل در عمرمان یک بار بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.